و درود فراوان به تک تک بچه های کینگ از پیج آدریان کینگ. خوش اومدید بچه ها به این ویدیو. امروز میخواییم بریم با دو اسنایپ که بهترین اسنایپ هست بازی کنیم، ولی من اتچ خوب بساشون ندارم و همین دیگه. بایستید آقا حسن اومده. بابا خب بچه ها امروز میخواییم بریم دوئل بزنیم. چه دوئلی بزنیم؟ اولش بعد من نمیگم کدوم است، ایو فهمید من میخوام ببرمش لفت داد. از وقت بازی ها چیه دیگه 9 سالته. این شروورا چیه؟ بایستا تایمم زیاد کنم. ای لفت فهمید من میخوام ببرمش. خب بریم تو بازی. خدایش دیگه این لفت نه ده به دیگه اولیشو خیلی هاتون دیدید و خیلی ها باهاش بازی میکنن. اسنایپ نمیدونم، یادم رفته اسمش چیه. نه جدی یادم رفته اسمش چی بود. لوکاس که اونه. یادم رفته. خب بچه یکی از ویدیو اگر خواستید چیز کنم یه بازی کامل رو بدم دست چپ بازی کنم، حتما تو کامنت ها بنویسید، پر کنید. یعنی دوئل با دست چپ. الان یک جلو بچه ها 360 مون نشه. اینا میزنیم اینجا. هی نشد. وای خودم میمردم بهتر بود، کیلت نمیشد. بچه من اصلا نفهمیدم چی شد. یهویی زدم رو تیر. جدی نفهمیدم چی شد. یهویی زدم رو تیر بود. بچه ها ویدیو خرابی. یا خدا، اونایی هم که این استیکر رو تو ویدیو چیز دیشبمون دیدن میدونن معنیش چیه. یعنی چی فویری زدم، چی فویر بود. شات بود، شات بالایی بود، شات بالا ماگی، شات بالا نمیدونم چی. وای من میخوام 360 بزنم. حالا اوه 5 تا زدم تقریبا. 3 تاشو هیپ فایر زدم تقریبا. 360 Examples must mat voice. وای تیر سریع تموم میکنه.
اتچشو اتچش نه اتچاش اتچش نه اتچ 2 تا اسنایپر. البته من که اول ویدیو گفتم میخوام بذارم و نمیگم دیگه و شما حدس بزنید. یه این که اولیش هم لجندش خوبه هم متیکش، یکی گرگلی بود. من کلا مثلا تو اکانتم لجندو مثلا چیز خریدنی و متیکای خریدنی و اینا ندارم. یه متیک 117 دارم که اونم مجانیه. 117 متیک دارم اون مجانیه. ایونتشم که اونایی که کال اف بازن میدونن و چیز اون 6 تا اون 6 تا هم که چیزه اونا مجانی هن دست همین ایونت 117 متیک. دستم خودتون این رس میکنم میخواد از اینجا بیاد. نه حالا این دفعه که اومدیم ویدیو بذاریم حالا نوب شدیم نمیدونم چرا. الان از اینجا باید بیاد. اوه چند تا هیپ فایر نصفشو تقریبا هیپ فایر زدیم. یو خدا تو تیرات تموم نمیشه. تو احیانا تیرات تموم واسه منو چند تا تیر داره این تو چیزه 7 تا تیر. خب منم 7 تا تیر دارم یعنی چی؟ تمومی نداره تیرای این. اوه ندیدمش هستی بزنم. البته دیدمش ولی اومدم این گرفتم یهویی چیز شد نمیدونم چرا. نکنه اون چی تنظیم طرف فعال کردم که دوتا بزنی رو صف شاد میزنه. نگو که اونو فعال کردم. یه دست بسید نه یعنی چی تو این گرفتم زد چی شد؟ جعبه خودم افتاد و خودم مردم. حالا که اومدیم یه ویدیو مولتی بگیریم چیز اینطوری شد. خودم نمیدونم چرا اینطوری میشه.
Friendly drone ready. Friendly drone in the air. بچه الان تو کامنت ها ننویسید نوبی خیلی میس میدیو از اینا. به خدا من نمیدونم چرا موقعی که من ویدیو ضبط نمی کنم یهو شبیه اصلا اکتیویژن با ما لج کرده، بازی با ما لج کرده، کل دنیا با ما لج کرده. دیگه من ساکتم، دیگه من ساکت میشم بچه تماشا کنید، خیلی حرف زدم. اشتباهش بچه ما هستیم، فقط ساکتیم که شما راحت تر تماشا کنید. آها نمایشی باشید، نمایشی بزنم. اوجی اولی موی یو بسم الله چی شد؟ چی زدن؟ بسم Contact with enemy. تو عشق کردی حاجی، بر گای تنم ریخت حاجی. چیز با اکتیویژن ما رو بند نکنه. وای این لولش 21 بود. الان تو کامنت ها می نویسید نو. بسم الله الرحمن الرحیم. نه اون چیته راست بچه یه چیتر هست لولش چیزه تقریبا 20 است. نکنه اون چیتره باشه که بچه ما زایه شدیم. آها دومین اسنایپ دیل کیو. ازن من هر چی بگم راجبش کافیه. میتیک خوبه، لجند خوبه، ظاهر خوبه، اپیکاش خوبه.
وضعتان چونه. الان تو باید نایفو بکشی. Taking the lead. حاجی امروز تو مولتی یکی بود، ولی من نمیدونستم انقدر تیبام خوبه. من نظرمشون دیسی بود. از اینجا تو وای صدا پاش اومد از اون ور. داداشم بیا اینجا زومنگ کجا؟ این از نخور. واجید امروز آدریان مزیاربنگ بود این شاتا رو میزه. اسمش چی بود؟ داداش نخواب که فینیشرت میگیرم. حالا بچه میخواید فاز مزیاربنگ و بروکن رو با هم دیگه بگیریم. خدایی چیه بازیرم از این لولش 21 دارم میبازم. البته میبازم نه میبرم، ولی دارم میخورم. حاجی دستم خورد بدید، جدی میگم دستم قشنگ رو تیر خورد. حاجی چیتر است فکر کنه. نگو که این اون چیتر است. حاجی چیتر است. به خدا بیام همینا روی چیتر بزنم، به جایی که اکتیویژن همون چیتر رو بند کنه میاد به جاش منو بند میکنه. ای چرا نکشیدم. تو بگو کجا بیایی. اسنایپر منو برداشتیم باز زومون گرفته. واو این چطوری این 2 بود شد 7. نگو این اون حالا اسمشون حالا من نمیدونم چی بود. یکی رو داشتم لولش 20 بود، یکی دیگه هم داشتم چیتر بود لولش 20 بود. حالا نمیدونم کدومشونه. حالا اتفاقی به این خوردم. راستی بیش چی بایی میزنم من تو کامنت ها. آدریان بروکن فکر نکن. حاجی اینم پاس گرفتم خواستم بزنم. خدا اگر میشد اون چیزا رو میکشیدم باز. ای بابا اسم اون رو من نمیدونم. زیلات
زیلات رو میکشیدم باش بازی میکردم یعنی شد بالاخره این همه تحقیق تونستم. بچه یه لحظه رفته بودم الان اومد. رفتم بومکنم رو صدا کردم. ولی هیچی به اون زیلاته نمیرسه که یه 360 هیچات یه دونه زدم پس کردنش. وای هیپ خورده بود از کجا ولی 360 بود. هیپ فقط هیپ. اینم اسنایپ ما رو دوست داره. ای دستم خود این دستم خورد. یو خدا داداش دستم خورده. واه در بازتنش زدم. حاجی بدیم دست چپ بازی کنیم. لفت داد. خب بچه ها جونم بذارید بکشم بیرون اتچ رو بهتون نشون بدم بعد ویدیو رو تموم کنیم. بچه ها جونم خب وایسی یه لحظه ببینم اصلا همین. خب بچه ها نها کنید. اولیش 10 ثانیه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعدی حالا من اینو اپیکشو دارم نمیزنم چیزتون نمیخوام بهتون نشون بدم میگم حالا چیز کردید مثلا شبیهش نشد لطفا همه میدونن شبیهش هم نشد بازم ببین. خب این 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خب بچه ها این بود از ویدیو امروزمون. لایک ساب کامنت فراموش نشه. زنگوله هم بزنید که هر ویدیو گوشین با خبر بشید و تا ویدیوهای دیگه فعلا خدا حافظ.